آقا یعنی من چی؟ بعد از گناه هم با نشاط باشم؟ بله دیگه. من که دارم به شما میگم تحت هر شرایطی بی نشاطی ممنوع. آقا بعد از گناه من چجوری با نشاط باشم؟ بعد از گناه تازه فرصت اینه که با اسم غفاریت خدا ارتباط بگیری. تازه فرصت اینو پیدا میکنی که رو حسادتت کار کنی. تازه فرصت اینو پیدا میکنی که نقطه ضعفاتو پیدا کنی. بابا اصلا خیلی از اوقات شما گناه های جدید میکنید یعنی قبلا آدم خوبی بودید، چون اگه آدم خوبی باشید خدا عیباتو بهت نشون میده. بابا عیب نشان دادن از عشقه. آقا یه مبارزی توی مبارزه یه مشت خورده، توی جنگ یه زخمی خورده، دستش قطع شده. گناه یعنی همین به خدا. گناه یعنی تو مبارزه با شیطان یه زخم برداشتی. حالا چی کار کنیم؟ مبارزت رو ادامه بده. خدا کمکته. مریض از مریضیش برای نزدیک شدن به طبیب استفاده میکنه. تو چجوری نمیتونی از گناهت استفاده کنی برای طبیب؟ نشاطه. مواظب باشید نشاطتون ولو بعد از گناه لطمه نخوره. این بی نشاطی از خود گناه بدتره. فرصت ترمیم هست، فرصت دلبری از خدا هست، فرصت پیدا کردن عیوب هست. تو باید از گناهت استفاده کنی برای اینکه تو آغوش غفاریت و ستاریت خدا و طبابت خدا قرار بگیری. فرصت تهدید گناه رو میشه به فرصت تبدیل کرد.